پیلوت بیادر تو را این آسمان میپالیدم تو خود از زمین هستی خیریت هست بچیم تو چرا مرا میپالی وداد بیادر مرا پیدا کرد گفت پیلوت بیادر را پیدا کو و ده آدرس بیارش ده می آدرس ورق افتیده اما خیره من از اونجا که تیر شده بودم باز میبینم حتما در اونجا هست خوب است حالا بریم بیادر من با تو یک چیز بگویم بگو کلی وداد بیادر دسنگ خورده چطور دسنگ خورده یعنی دیوانه است با ما گفت که با تو 10 دانه ایزگی پیدا میکنم استاد علی میگفت که انسان ها جفت خلق شدن اما 10 دانه ایزگی دیگه چی است 10 دانه ایزگی را از کجا پیدا میکنم تو چند دانه ایزگی میخوایی بچیم 1 دانه ایزگی من خو 1 دانه است به هر صورت حالا تو برو پیش وداد برو خب سعیس برید سفدا نرو نفهمیدم میگم که نرو سفدا تو چی را نفهمیدی؟ چرا؟ چی تغییر کرد؟ چون گناهی تو نبوده خب همه تو بوده؟ مطمئن هستی؟ سفدای تو نکو تو را وقت دو ولد دیدم توقع داشتی چی فکر میکردم؟ توقع داشتم که چی فکر میکردی؟ توقع داشتم ولی سرم باور کنه سرم اعتماد کنه بعد از او همه وعدهایی که برم دادی دروغ گفتی سرت چی قسم باور کردم میتونستم سفدا؟ دروغ گفتم کار نمیکنم کار کردم اما تو چی کردی؟ وقتی تو مرکت و ایگار پسته و اتاق هتل دیدی باز سعی است آرام باش چیز نگو سفدا لطفا آرام باش ببین حتی تحمل نداری که بشنویش کی میفهمد از ذهنت دیگه چی گپا میکرده سفدا حالا بیا در خانه با هم گپ میزنیم انسان با کسی که سرش اعتماد نداره یک جایی نمیره تو سرم اعتماد نداری علی ما هم دیگه سر تو اعتماد ندارم که تو هم هیچ جایی نمیرم فهمیدی؟ سفدا یک دقیقه میشه که استاد شوی حتی معلوم نیست که ما چی یکی دیگه خود میشیم علی یک موضوع اعتماد پیش شد چندین روز در یک خانه زندگی کردیم عروسی دروغی کردیم حتی محفل دروغی هم گرفتیم من سر تو بزرگ کنم کاری کردم نه اما تو هر چی که خواستی کلش قبول کردم حتی از خاطر سوی تفاهم و از خاطر گپای بد مرا محکمه کردی علی مرا مقصر فکر کردی سعید سفدا ازت معذرت میخوایم درست است؟ سعید حالا برو معذرتت قبول است اما هیچی تغییر میده میگفتی به خاطر که با هم باشیم دیگه دلیلی نمونده میگفتی با مردم و منطقه گپ میزنیم این وضعیت بیمانا رو صحیح میکنم اینه چیزی که میخواستی هموته شد بیازو دیگه کار چیز خلاص شد نه سفدا هیچ چیز خلاص نشده و خلاصم نمیشه چرا خلاص نمیشه؟ به خاطر که
به خاطر که من تو را دوست دارم. ببین هیچ فکرشم نمیکردم که قسم شوم. ما در زندگی هر چیز تجربه کردیم. فکر میکردم از بین رفتیم. فکر میکردم تباه شدیم. بعدا همراه تو مقابل شدم. در اولین دیدار فهمیده بودم که بسیار یک شخص متفاوت هستی. اما قبول نکردم. ترسیدم. گفتم نمیشه. اما تو در قلب من کاملا جایی گرفتی. من هر قدر از تو فرار کردم اما قدر برات نزدیک شدم. دیگه نمیشه. حتی اگه بخوایم هم نمیشه. بدون تو بودن نمیتونم. من بدون تو زندگی نمیتونم. او بچه ایگار، مگم برات نگفته بودم در راه کلی میره حتی سایه تام نباید از اونجا تیر شوه؟ یعنی چی که عکس ها و تابلوهای زنش در هر جای بند کردی؟ علی دیگه از راه ما تیر نمیشه کاکا. کارم همراه علی خلاص شده. تو عاقل نمیشی بچیم؟ تا ما را زیر خاک نکنی اصلاح شدنی نیستی. تو دیگه راحت باش کاکا. ما برای چی میگم؟ کار علی را خلاص کردم. ما برنده شدم. سیفدارم از او پس گرفتم. حالی هم نمیفهمی اما تو نیست ایگار. تو اگه از علی یک چیز بگیری باز او هم از تو دو چیز میگیره. کمتری چیزی هم کزت بگیره حتما جانت خواد بود. علی سیفدا خب از چی وقت است که مرا دوست داری؟ با یادم نمیایه. یعنی حتی کاملا فراموش کردیم که بدون تو چه قسم باشم. با من زندگی بدون تو هیچ معنایی نداره. هنوزم باورم نمیشه. اونقدر خوش هستم که نگو. کاش که این لحظه تا آخر عمر ادامه داشته باشه. ادامه می داشته باشه. ادامه می داشته باشه. را تا آخر عمرت خوشبخت می سازم. در این صورت وعده که به خاطر بیرون رفتن ما داده بودی جبرانش خو کده میتونی نی؟ البته که میتونم. چرا نتونم؟ فهمیده شد. حالا ماده شو که میبریم. چطور یعنی؟ امیال تیار شو؟ بله البته دیگه. سیفدا از ای به بعد برم دروغ نمیگی. سیس در این صورت میرم تیار میشم. درست است. کمی خو منتظر بودم میتونی نی؟ سیس بیازو ما با ای کار عادت کردیم. پس ما هم تو وقتی یک کارم حل کرده زود پس میاییم. سیس پس من میرم تیار شم. سیس یگان چیزا گفتم ها. نه نفهمیدم ای که به درد خورده یا نی. مطمئن نیستم که پلانتان به درد خورده یا نی. پلانتان به درد خورد نخورد مطمئن نیستم اما یگان چیزا میگفت دیگه.
علی وقت شما را در او حالت دیده فکر کرده که تو سیفدا با هم هستی. بگه پای سیفدا باور نکرده. بیچاره سیفدا بسیار جگرخون بود. خوبش. این دفعه تو را زنده نمیمانم اویگار. سعیس تا 2 ساعت بعد همونجا می باشم. شهر تکمیل شد کوبات. پیلوت ها میکشیم. میگم جزای پیلوت به شکل دائمی از طرف نفرهای بالا قطع نشده بود؟ امروز در جلسه با اونا میفهمونم که موضوع شخصی نیست. کلشانم قانع میشن. علی چطور میشه؟ عجله نکن. بنوبت. امروز پیلوت. صبا علی. خوب است. اما پیلوت چه قسم پیدا کنیم؟ او آدم فراری است. نه فرار رو روان کنم که پیدایش کنن؟ ضرور نیست. یکی پیلوتا چه قسم پیدا کنم بسیار خوب میفهمم. یک بار به این جلسه بریم. بعدش با دیدن خانم دویگو میریم. بفرمایین کی کار دارین؟ سلایت بنداز. چی؟ خدا لعنتش کنه. اویگار کجاست؟ چرا درباره او پرسان میکنی؟ بر صورت خودم پیداش میکنم. اویگار! اویگار! علی آمد از کارت خبر شده. چی؟ علی در کجاست؟ داخل رفته. تا جان ما را نگیره از اینجا نمیره. گفته باشم نمیره. به قصر بالا بریم. در اونجا ما را پیدا کرده نمیتونه. حالا کاکا حالا. حالا زود شو. حالا از رای پشت سر میریم. حالا او احمق کجاست؟ نمیفهمم. شاید برآمده باشه. شما چرا هنوزم در این خانه هستین؟ شما از آقای اویگار چی میخواین؟ ما از او به جز از خوبی دیگه چیز ندیدیم که تو آدم چی غرض دارین؟ ببینین، شما را درک میکنم. خدا بسیار بیچاره احساس میکنین. از او خاطرم کارایی او آدم پسته دیده نمیتونین. بودنتان در اینجا دیگه هیچ خوب نیست. با شما هر چیز زودتر یک جای مناسب پیدا میکنم.
کوکسال تو خوب هستی؟ کوکسال یک دقیقه آرام باش. کوکسال بیا چند دقیقه بشینیم لطفا. کوکسال یه احمق دیگه چه قسم فهمیده ها؟ حالی هم اگه از قابلیت های او چیزی میپرسی جواب سوالا پیش او نیست، پیش توست. اگه ما را در اینجا پیدا نتانه یعنی ای که چانس آوردیم. یعقوب اویگار ساری کارا برام پیدا کردم میتونی؟ اما آدمی که با سفداد دام مونده بود؟ بله، اما این دفعه میفهمه که من پشتش میگردم. نکدام سراخ باز شده. او را زود برام پیدا کن. امی امشب پیش از اینکه صبح شود زیر خاک باید بره. بله آقا سارپ، علی بیرون شد. درست است. علی از خانه برآمده. ما با دیدن آقا کرد رفته کوشش میکنم مانع علی شوه. تا او وقت تو هم کوشش کو که به زحمت نموری. این موبایلت هم از خود دور کو. اگر نه از ای که علی تو را پیدا کنه از جا طول نمیکشه. اویگار با یک مدته اگه خدا گم کنیم چی؟ علی هم دقیقا فکر میکنه امی کارا میکنم. هر وقتی که همگی فکر میکنند پوت میشی باز اگه پوت نشی هیچ کسی تو را پیدا کردن نمیتونه. علی یک دفعه اینجا را دید دیگه فکر نمیکنه که در اینجا باشه. صحیح است. یک روز به خاطر کشتن ماما قسمیه. حتما خاتمت خیریه باور کن. ناق میترسی و شک داری کوکسال که تصفیده عروسی کت موضوع بسته شد دیگه. موضوع قسم بسته نمیشه خیریه. قسم بسته نمیشه. میخوایی ما چی بگویم کوکسال؟ ها؟ میخوایی ما بگویم موضوع بسته نشده ها؟ پیش از اینکه این کارا میکردی باید فکر میکردی. با دست خودم خو نبود نه. اجازه میدادم که شما را میکشت. این قسم زندگی کدام میتونیم. این قسم بسیار خوبش زندگی میکنیم کوکسال. تو یک طفل کشتی. تو یک طفل از بین بردی. حالا ما چطور زندگی کنیم ها؟ کاش که با ما کلتان نجات پیدا کنیم. بازم فرار کن. تو همیشه آسان ترین راه را انتخاب میکنی کوکسال. فقط به فکر خودت باش. دخترت که تو آدم عروسی که عاقبتش هیچ فکر نمی کنی. پس چی کنم خیریه؟ حالا بگو چی کنم؟ تو بگو که من چی کنم؟ میگی تقدیر است، میگی که خداوند هر چیزی که در قسمتت باشه اون میشه. اگه میتونستم بگویم که این کالج در تقدیر است، حال بچه و آدم نمیکشتم خیریه. کوکسال تو هیچ چیز درک نمی کنی کوکسال. عروسی کردن دخترت با او آدمی که بچهش کشتی امکان داره که در تقدیرش باشه، اما کشتن یک طفل معصوم در تقدیر هیچ کس نیست. ایره بفهم کوکسال. آقا ویگار شما پس آمدین؟ علی پشت شما زیاد میگشت، همچنان قارم بود. کدام گپ شده؟ نه چیزی نیست کوکسال. یک سوی تفاهم بسیار خرد شده. من حلش میکنم. درست است. به اجازهتان.
خیرت است؟ چراغ خوش استی؟ نیک علی مرده. علی نه، طفلش مرده. نفهمیدم. تو یک گپ فهمیدم سار که از این بعد دستورم از من است و فرمانم از من است. درباره چی گپ میزنی؟ اویگار سارکایا هر چیزی را که از دست داده باشد دانه دانه پس میگیره چونه. اویگار میشه کمی واضح گپ بزنی؟ گپ نمیزنم سارپ. چیزایی که مربوطت نمیشه نباید بفهمی. تو حالی برو سیفدارت تعقیب کو. امی که از پیش علی جدا شد باز با من خبر بده. دیگه باز من با او میگم. حاله با وجود که علی پشت تو میگرده تو پیش سیفدا میری؟ خوب هستی اویگار؟ خوب هستم سارپ. هیچ وقت اقدر خوب نبوده. سیفدا راستش از شرکت زنگ زدن علی. اگه قار نمیشی میتونم جواب بدم. عکس برداری نیمه مانده از او خاطر. کل چیز پلان او آدم احمق بوده سیفدا. نفهمیدم. غر شدن شرکت و کلی چیزا کلش کار اویگار بوده به خاطر جدا ساختن ما. تو چی میگی ها؟ واقعا جدی میگی؟ پس آمدن اونقدر کارمندا به شرکت چطور؟ وقت کارمندا شنیدن که شرکت غرق شده اون قسم رویه کردنشون عادی است دیگه. او بیشرف فکر همه چیز کده بوده. وقت تو ده حمام بودی آمدنش به اتاق تو هم تصادفی نبوده. حسابی کارش از او آدم پاسپورتان نگاه. سیفدا صبر کن. علی نمیکن من میرم. سیفدا صبر کن باش. مثل احمقا به دروغش باور کردم. رفت ازش پرسان میکنم. سعیز یک دقیقه آرام باش. چطور؟ سیفدا حالا دیگه بریم. کل درد و رنج فراموش کرده. از اینجا دیگه بریم. درست است؟ بریم. تو هر جایی که بخوایی ما همونجا میرم. فقط کافیست که تو کتم باشی. اما پیش از اینکه بری یک چیز فراموش کردی. ایره هیچ وقت از انگشتت نکشی. درست است؟ با او کنسرت موسیقی برم پدر. گفتم رفت سلامتونی گفت دراز نکو دخترم. بله سینان. زینب میشه که بیرون برایم؟ میگم برآمدن نمیتونم. پدرم اجازه نمیده. چرا گپ نمیفهمی؟ حالا پدرت چی کار داره جانم؟ تو چی میکنی که چی کار داره؟ میخوای به دفترش بری کتش معرفی شوی؟ نه معرفی نمیشه ماما. چی بفهم دادن درازه امنیتی آواده پششم کرده. بعد تشویش شدم. دیگه که پدرت واقعا نمیقدر یک آدم قیدگیر است. از چیرش خوی رقم معلوم نمیشه. طبعا که تو نیست اما جانم نکو دیگه جنجال. بیا فقط به عکست میبینیم. با تو یک خوش خبری هم دارم جانم. سینان، ما وقتی بیکار شدم باز برات زنگ میزنم. متوجه خود باش. زینب
وقتش رسیده با پیلوت خبر بدیم که عجلش آمده. در اون صورت خواهی من نفر را جمع کنم. باید یک جای بریم. یک شکارچی خوب همیشه تنها شکار میکنه. بیادر ما با یک گردون با تنهایی از بین بردن. با جنگیدن نه، با شکار کردن میره. همینجاست. چرا قدیر کدی بیادر؟ داخل بیا. ما داخل نمیم بیادر. ما باید پیش ازگی برم نه؟ بیبی بچه ناق از پشت دختر میدوی. از دو دختر به تو کدام خیر نمیرسه؟ اگه خیر نرسه باز دو صورت حتما برم بله میگه بیادر. به خاطر چی بله میگه؟ با پیشنهاد ازدواجم. تو بچه تو از ما بتر دل باخته برآمدی. چی بگویم دیگه؟ برای چانس خوب میخوایم. حالا برو خداحافظ. زنده باشی بیادر، زنده باشی. ازگی هنوز در دستشان نفتادیم ودت. اگه توی قسم پرنده آواری در بیرون به چکر زدن ادامه بتی باز در بیرون زیاد نخواد موندی گفته باشم. گوش نستی؟ در قصه گوش نگیم نشو. تو کدام کالا مال آوردی یا نه؟ آوردم در داخل است. من میرم دیگه باید یک بار رفته وکیل ببینم، اما قبل از شام میایم. بخیر بری. ما هم رفته کالای ما تبدیل میکنم. بچه‌م به یک بارم اگه شده یک آدم سیره به کار پیدا کن. ما از اویگار چی کمی داریم؟ تو در موتور منتظر باش. سلام. سلام. دوای ما هنوز خلاص نشده. کدام چیزی شده؟ چیز نشده. از اینجا تیر می شدم گفتم یک بار شما رو میبینم. خوش آمدین. در صورت خیلی بشینین که یگان چیز بخوردن بخوایم. با زحمت نشین. زحمت چی؟ ببخشین. بله دویگو. ما هستم پیلوت. ما کسی را به نام پیلوت نمیشناسیم. اگر راست بگویم دیگه نمیخوایم امرایت گپ بزنم. گوش کن بشنو چی میگم. یه قسم نکو دویگو. یک بار بیا با هم گپ میزنیم. من کل چیز برات میگم. ما آدرس روان میکنم. تو بیا امروز هم دیگه گپ میزنیم. ما هیچ جایی نمیایم. ما هیچ گپ بگفتن نداریم. شیطان میگه برو یک دفعه بیا باشی کن. بازم مزرعت میخوایم. شما چی میخورین؟ براتون چی بخوایم؟ هیچ مهم نیست. همیالا به یادم آمد به یک مشتریم باید مواد میبردم فراموش کرده بودم. درست است. بعداً باز میبینیم. روزتان خوش. روز خوش. حال خانم دویگو ما را پیش پیلوت میبره. سلام، خسته نباشین. زنده باشین، بفرمایید. به خانم زینب یک پاکت آورده بودم. درست است، بتین ما برشون میبرم. نه ایره باید به خودشان تسلیم کنم. نه او قصه. خوش آمدین. براتون چی خدمت کنم؟ سلام، خوب هستین؟ سلام. به خانم زینب یک پاکت آوردیم. با ما بتین. نه به خودشان باید تسلیم کنم. امضایشان نیاز است. اونجا بینش چی است؟ به خدا معلومه خب پست رسان هستم. آقا خانم زینب لطفاً روان کنین دیگه. بتین که ما یک بار ببینم.
گفتم با ما بتین. نمیتونم، باید به خودشان تسلیم کنم. نه چکش کن. سینان خانم زینب با شما یک پاکت آمده، اما تا که داخلش نبینم اجازه نمیدم. ها بیادر جان، تو فاز دیگه با مخ بودن نمیتونه. نه شاید هم در بینش کدام چیز خاص باشه. تو یک بار تذکره تبتیم میخوایم که ببینم. اورهان بیادر، ما درباره پاکت خبر دارم، هیچ مشکل نیست. میشه پاکت بتین؟ بفرمایید. بسیار زیاد تشکر. اینجا هم لطفا نگ امضا کنین. ده اینجا قربانتان. زینب چی شده؟ چرا اینجا ساده هستی؟ با خانم زینب یک پاکت آمد آقا. چه قسم پاکت؟ نمیفهمم. تو میشه ای دفعه می کلاه تو تلف کنی؟ دکتر صاحب بدون گپ زدن کجا میرین؟ ایزگی خدا داد فکر کردی؟ درباره چی؟ با هم عروسی میکنیم نه؟ آی تو با خدایا، او قسم یک چیز نیست، فکر نکردیم، فکرام نمیکنم. ما فکر کردم. درباره چی فکر کردی؟ درباره جایی که با هم عروسی کنیم. در جایی که مولا صاحب عروسی کرده بود اونجا میکنیم، در پارک. آی خوب است. درباره نام طفل ما فکر میکردی؟ خدا داد. بیبی مادی باره هیچ فکر نکردم. نامش یوسف باشه؟ نه یوسف نباشه، الله داد باشه. الله داد گفتی؟ خدا داد. خوب است، هم خوبش است. خدا داد. ما هیچ وقت با هم عروسی نمیکنیم. میره خو میفهمیم تو نیست. اگر عروسی نکنیم باز طفل چه قسم به دنیا میاری؟ نه میایه، او قسم یک چیزی نیست. های تو چرا نمیفهمی؟ خدا داد. با این کاری ضرورت نیست. وقتی که با زینب دوست هستی هر وقت که خواسته باشین دیده میتونین. خوب دیگه شما به گپایتون ادامه بتین. شما را خداوند سربلند داشته تو را باشه. همچنان. حالا دیگه خداحافظتان. واقعا که باور کردن نمیتونم. باتون باور کردن نمیتونم سینان. چرا این کار کردی؟ به خاطر که توفی ما برات بتم و اگه بعد نشه پدرت از ما زیاد خوشش آمده. دیگه هر وقت که بخوایم تر دیده میتونم جانم. خوب شد نه؟ نمیفهمم. توفی تا باز نمیکنی؟ شب گذاشته برام والن نواخته بودی نه جانم. خب ایام دیگه یک نوت از قلبم است، یعنی صدایش. ما هم خواستم با تو یک توفه بدم. بسیار زیاد تشکر، زیاد قند هستی. او لیمو میخوری؟ سینان؟ آجان او لیمو؟ میخورم. زنده باشی. نوش جانت. کی؟ هنوزم از پشت میایی؟ چیزایی که برات گفتم بس نبود؟ درباره تاریخ عروسی گپ نزدیم. بیبی خدا داد. نمیخوایم تو را خفه بسازم.
اما حالا دیگه وقتش آمده که به این همه خاتمه بده. خدا داد تو بسیار آدم خوب هستی، ساده هستی، مهربان هستی، اما به تیپ من نیستی. خیلی تیپ ما تغییر بدم؟ اوف خدا داد تو چرا نمیفهمی؟ از ما چیزی جور نمیشه، به ناقد خسته نساز. ملا صاحب گفته بود تو هیچ وقت کسی را خسته نمیسازی. در اون صورت خیمره چرا خسته میسازی؟ ما عاشق تو نیستم، ایره میفهمی همون تو نیست؟ با مرور زمان شاید عاشقم شوی. نمیشم خدا داد. شده نمیتونم. ما آقا پیلوتا خوش دارم. ما خو میبینیم علی؟ یعنی این خو از همون ترس ها؟ بله خو میبینیم، اما یک خو که هیچ وقت خلاص نمیشه. من علی را دوست دارم، زیاد دوست دارم، زیاد دوست دارم. همیشه همین قسم در کنارم می باشینی، هر وقته که بیفتم همین قسم مرا محکم میگیری. همیشه بعد از این همیشه همین قسم دستایت میگیرم. سینان. بله آقا. بار دیگه امرای دخترم نمیبینی. اما چرا؟ دلیلش خودت پیدا کن. بدونی که قلبش بشکنانی با زینب یک دلیل خوب میگی. نه که نفهمیده کدام کار غلط کردیم. چیزی که درست از همی است. اگه بار دیگه تو را نزدیک دخترم ببینم یا امرایش باشی و اگه در موبایلش زنگ تو آمد و یا پیامد تو را از این دنیا روان میکنم. بازو وقت مرغای هوا با حالت گریان خواد کردن. حال برادی یا خدا کن که آقا سمیم میخواه که امرای شما یک بار ببینه. آمده پیش دروازه منتظر است. در اتاقم ببرش. هر وقت که با دیدنم هم یایی عمرت دگام کم میشه سمیم جان. چرا قدر عجله داری؟ ما از خود گذشتیم آقا کرد. کوشش دارم که بیادرزادیم زندگی کنه، اما بیادرزادیم در این کار مرا کمک نمیکنه. کمک را که بیادرزادیت همراهت نمیتونه. چرا از من میخوایی به دست بیاری؟ مجبور هستم. هرچی نباشه کار ما همراه شما زیاد خاص است. میفهمین بیادرزادیم بازم یک اشتباه کرده. علی قلبش شکستانده، عقلش ایره درک نمیکنه. یک مرده زنده است اما خبر نداره. میفهمم سمیم، میفهمم. ای آخرین اشتباهی می باشه. ای را میفهمم.
به خاطر زندگی کردن با او یک چانس آخر بتی آقا کرد. مرا قسم بیچاره اعلان نکو. میفهمی خوب انسانایی که بیچاره میشن باز هر کاری کده میتونن. اگه بیادر زاده ما کمک نکنی باز از رابطه تو ورنیکو علی خبر میشه. میره میخوایی بگویی یعنی مرا تهدید میکنی؟ بیچارگی ما آدم مجبور به هر کاری میسازه آقا کرد. او معلومات یک بار زندگی تا نجات داد، ای بار عجلتان میشه. حال دیگه از اینجا برای ای گفای تا نشنیده میگیرم. قسمت بعدی باید بگویم ای که تو مانع رسیدن علی و پیلوت میشی ازیم خوب خبر شدم. اول کار پیلوت تمام میکنیم. کار بدت آسان است.